دوستان عزیز، این بینای سفر سنتری که امروز یا فردا به فکر من اونجا به کندن شروع میکنن. این بینا را کسی شناخته باشد بینویسد، باور کنید بینای تاریخی است. ما از طرف چپ داریم تاجیکستانگاز و این بینا، اون طرف ژد وокزال، این سکویری کویبشیر. خانه رو چپا کرده ایستان، از اون چند دوم رو چپا کردن. اینک نگاه کنید، بازی پشتش رو یک نوار گیرم، یعنی خیلی زبور گرفتن. اون نگاه کنید میده دوستان، فیض رسول اویشه و او بینای کبود ژد وокزال است. این بینا نصیب باشد چپا می شود و در جایش بینای بلند و شیانه می سازند. خب همه خیلی دوستان، همه خیلی میره بدن دوستان عزیز. اینجا باور میکنید که چی چیزا رو در سالهای بسر و سامانی جنگیم اینجا زندگی رو گذراندگیم. اینجا تا خورد بودیم، عربا میکشیدیم، بار میفراوردیم، برای که سنتری تمام تأمینگری دوشنبه بود با محصولات گوناگون خوراک. اینجا میآوردن، بعد از اینجا و شهر دوشنبه تقسیم میشدن. هرچه بیزنسمن‌ها می اومدن اینجا آبتوی میخریدن و میرفتن. اون از پیش ما یک ساختمان دیگه داریم، اون در ژد وокزال است و بینای هم یک 2 سال شد رفته ایستاده است. نوارهای گذشته دارم، زیر این نوار میمانم، نصیب باشد میبینیم. همین بینا مخصوص گفته بودن که همین بینا رو خواهش میکنیم نوار گیره که تا در تاریخ بماند. یعنی این مجسمه کویبشیر و تاریخش رو اینقدر نمیدونم، ولی این قیم اون واقع اسماعیل سامانی میکردن زور میشد. نه دوستان، در اون بینایی که نو ساخته ایستادن در جای یک بزرچه ژد وокزال بود. این ژد وокزال خودش، یعنی این بینا خدا نگهبانتون دوستان عزیز. از راه اون طرف همونه زبور گرفتن، اون بینایی که سرخ دیده ایستاده اون رو هم چپا کرده ایستادن. این ژد وокزال. خدا نگهبانتون دوستان. از این طرف هم یک نوار گیریم، نام فروش ها بوده اینجا تمام. خواب میکردی میرفتی نمیغلطیدی. اینجا پارکوفکا لازم نه. نوار گرفتنی بودم برای که در این بینا خوردی هم گذشتگی دوستان. خیلی هم خیر، خدا نگهبان شما دوستان عزیز، صحت و سربلند باشید. دیده جای کودکی ما در کجا گذشته است. فیض رسول بود، لگندری. اینجا سفر سنتر بود، مغازه روسیه میگفتن. کسی دریا دارد این بینا رو و این سفر سنتر رو نویسید دوستان عزیز. انا دوستان عزیز با فرمت تلفنیش را ضبط کنم. با فردای دیگری، یعنی که دیروز نوار گرفتم، با این سهر یک بار دیگر گفتم نوار میگیرم.
آخران روزها اون طرف همون خانه ها بکنه سویبوشان نیست. این تریتوری صدبرگ جده وокзал سفر سنتر صدبرگونه توجیک ترانسگاز این طرف خیلی مغازه بگونگون یعنی که هک ویژن و غیره اینا فایزی رقصو داره میبینیم. یعنی چی گفته کمش فایزی رقصو اینجا محکم کردگی میده دوستان. همه همینا در تاریخ میستن اپایی که ما رو با این جرغات ها کلان کردن. مغازه اویشا و این هم مغازه آبی. اینجا اکای سوراب کار میکن گوشه دهخون گنجینه هم رفت است. اینجا که دوستان عزیز باور کنید و وز دوشنبه رو تمام دوشنبه و ویم تاجیکستان رو اینجا با این مغازه ها تأمین میکردن. نه لباسه شد یک 5-6 سال آخر 5-6 سال آخر مغازه شد ایوه شد لباسه شد. بکنید بلایا همه خانه ها تمام شدن. همه روان جایش با وای میکنن. اینجا خدا خانه بود. اینجا پیراشکی خونه. اینجا یک مغازه اینم رفت است. این دوم اینجا می در آمده می بر آمده بود. نازی رفتنی بکنه اشکالش می داره. یک بار بود داره. این درون هم در تاریخ میمونه. اینجا بازی میکرده و یه دوستان من اون طرف اومده بوده. ای دوم ولی با اینجا رو نوار میگیریم نصیب باشد کنی آینده با چی بینو میشود او با شما پیشنهاد میکنم. خدا نگهبانتان رفتیم با دوام میدیم تا آخر این بینوه یعنی که با اون طرفش میرم. اینون خیلی که اینجا دیگه میشکنن اخی اگه بینای باز زمانوی کنن با میبیان با همین صاحبای خونه همینجا زندگی میکنن. میخواستگیش نمیخواستگیش مبلغش رو میگیره با که جای معقولش میره و زندگی میکنن. دوستان طرف اینه بینای روت یعنی کرای آهنی تاجیکستان جبیریانی که اینجا ما کلان میشونیم شده است و برای چی من این بینا رو نوار میگیرم این بینای ما بود آخر در تاریخ بیموند یعنی که چی بود چخیل در اینجا ما کلان شدیم. من نصیب باشد با خانه بلند بشم با همینجا با میستیم. خدا نگهبان شما دوستان عزیز برای کار میرویم. های بینایی که ما رو کلان کردیم مغازهایی که
تمام شهر و تاجیکستان رو تامین میکرده از محصولات های خوراکواره. خدا نگهبانتان. هم بینا رو عمالی میسازن با اونجا میریم. بکنید یعنی رو پروی اینجا می‌بینیم بینای مغازه اسلام بود، ولی هم خیلی هست بفکرم اینجا اینا محکم کردن، چپا میکنن یکون خفه است. همین تمام. باز با از وای نوار میگیرم. این تاجیک ترانسگاز دوستانی عزیز، این بینای سفر سنتر خیلی که دیده ایستاده. از این طرف ما داریم مغازه توش بیبی و اینجا کراته داریم. این بینای ارجده وокزال. اینجا دوری کودکی ما گذشتگی دوستان عزیز. این بینا رو چپا کرده ایستادن و خیلی تاریخی است. کسی میدوند این بینای سفر سنتری لگندارنی. نگاه کنید همه چیزهایشون رو اینجا کندن و موندن. از پیش نوار میگیریم. کسی اگر نشناخته باشد حتما این رو میشناسد. این دویم پدیز اینجا همسایه ما بگیم 40 سال دارم اینجا بازی میکردیم. این شیشه‌های سیاه پشتی مگزینی 10 سامانه خیتایی. خیلی اینجا ما بازی میکردیم و میگشتیم. اینجا جای درآمد برآمد از پیشدا ساز بونیشون میدیم. بکنید این پشت اینجا تریزایی که از بیناها از هر یک خانه کندن. اونجا یک دوستم اسماعیل زندگی میکرد، یکم پدیست و اینجا همچنین و خیلی در تاریخ میماند دوستان. باور کنید لحظه های آخران این بنا است. زیخ شدم، خیلی زیخ شدم. اینجا ما دوستان عزیز کامینکو بود بازی میکردیم. 7 ساله 8 ساله بودیم. اینجا فاروق زندگی میکرد. یک دوست داشتیم اینجا چند تا، ولی فراموش کردم که بودن. اکای مراد بود 4 متر. این پدیز اون طرف اکای سعید مومین و گفتیم که پدیز یکم پدرش در وزارت عدلیه کار میکرد و اینجا سعید مومین اکا میگیم پدرشون کروپسیا کار میکردن. اینجا خانه اپای نیسا بود. اینجا سابرینا و نیگینا. این پدیزی آخران گویم اکای رسول بودن. میگه دوستان اینجا قرال خونه نه، اینجا جای آب خونه. این دوستان برو اومدیم رفتیم. برای که چند روز شد این آهنا رو زدن. در ترس موندم که یک نوار رو اسپید نکنم. برای همون سهر پیش از کار رفتن این رو گرفتم. از این طرف ما داریم دوستان تاجیک ترانسگاز و این مالوچکا. اون طرف سگبرگ تاجیک ترانسگاز. این بینای سفر سنتر دوستان. اون طرف ژده وокزال داریم. اون بینای کبوت رو دیدید. باقی کویبیشیف فانتان ها. این خیلی منظره دوستان.
انا دوستان عزیز تمام دیدید سهر نوار گرفتم امروز وجه شیفر موندیان محکم کردن تماما و دوامش رو میبینیم دوستان عزیز کنی چی میشود دیگر آینده. خدا نگهبانتون.